گشتین سنبا از شهر کولاب فردوس نسیموف در گشتین گذشته پهلوان پرقوت فدراسیون روسیه را و قهرمان جهان را در رشته سنبا رسلان کیسینیا و برادر برای شاه جایزه فردوس نسیموف غالب آمدگی بود. در نام فردوس نسیموف یک شتر ماندگی هستیم. خدا خواهد اگر که حریفی فردوس نسیموف پیدا شدی برادر عزیز. چپا خب بعدا با سالیم شما علاوه میکنیم. فردوس نسیموف پهلوان ناحیه همدانی ناصیر پهلوان در نزدیبان هر دو پهلوانات در رنگ لازم میشه. خب پهلوان دیگر اینجا چند بار برآمدن. دولت جان پهلوان. تنی دولت جان پهلوان اینجا دولت جان پهلوان. بیا سرت یکی اومد سرت پهلوان سرت میگیره. کپ از جانب راست من پهلوان ناحیه خراسان یکی از پهلوانان پرقوت این کشور در وزن 90 کیلوگرم برآمد میکنند. اسرائیل پهلوان از ناحیه خراسان. از جانب چپ من پهلوان معروف این کشور ناصر پهلوان از ناحیه همدانی. بین هر دو پهلوانان سالم تاجدین. با اسرائیل و پهلوانی دیگری که ما معرفی کردیم حالا مکافاتش مانید یک نظیر ماشینه جانشویی و یک قالین. اسرائیل پهلوان و ناصر پهلوان لباس را پوشن بیاد. دولت جان پهلوان. شاهرخ پهلوان دهی آفتاب لقام. فیض‌الدین پهلوان از فیض آباد. بین هر دو پهلوانان تاجدین. سلام هر دو پهلوانان یک خلدل نید. ببینید جلوه میکنه خدا شهردیار حصار پرتوفتش حلال تشکر. همه کسا بیا دستگیری میکنید. خلیل همه کسا دستگیری میکنید. کارگرای امان التماسی کلان برادران با همین ترتیب بریم کفا میریم. من همینجا پهلوانا رو خودم تست جدا میکنم میمانم. رفتیم کفا اینجا رو خالی کنیم. برادر عزیز خالی کنیم. همه کسا
عزیز. تلویزیون است، تلویزیون همینجا تلویزیون بیارن مشکنم. تلویزیون هیچ کس نبود. تلویزیون کی گرفته دیگه؟ همینجا تلویزیون با تلویزیون کی گرفت برادر عزیز؟ تلویزیون در کجا اینجا؟ تلویزیون اینجا کسی گرفته برادر عزیز بیار. این حق دیگر کسه، حق دیگر کسه باید شما نگیرید. در میدان گذشته یک جوان از دست من تیرواسی مرا گرفته بود. تیرواسی مرا بیار برادر عزیز. روز قیامت بسیار روزی وزنین است. حقی کسی را نگیرید. شما همگی مسلمان هستید، تاجیک هستید. این کار را نکنید. خب پهلوانی خوشقد و خوشقامتی ناحیه بلندکوه مومن آباد، قهرمانی جام پایتخت جمهوری تاجیکستان در 2021 جهانگیر مجید خیلی مردم مومن آباد مخلصی نمیکنید. پهلوانی معروف کشور در میدانهای گشتگیری حق نظر از ناحیه حصار یک قصد و افتخاری مهمان. مرحمت